بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز چگونه که بیان کردم، موضوعی که بر شمایان آماده کردیم موضوع مبارک است، اندر بیان فضیلت ماه شعبان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، او سبحانه و تعالی را سپاس و ستایش میکنیم و از او سبحانه و تعالی مغفرت میخواهیم از او سبحانه و تعالی از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناپسند و ناشایسته امان. به سوی او سبحانه و تعالی پناه میبریم. به درستی که هر کی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کردن نمیتواند، و هر کی را الله سبحانه و تعالی اگر گمراه بسازد، هیچ کسی او را هم هدایت کردن نمیتواند. و شهادت میدهم که معبودی بر حق جز الله نیست، یگانه است، شریک ندارد. و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است. درود و سلام فراوان بر او صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یارانش باد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله سبحانه و تعالی آنچنان که شایسته پرهیزگاری است پرهیز کنید. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و نمیرید مگر اینکه مسلمان بمیرید. اما بعد، به درستی که راستترین کلام الله است و بهترین راهنما این راهنمایی محمد صلی الله علیه و سلم است، و بدترین امور در دین این نوآوری هاست، بدعت هاست. اختراع نوآوری در دین است و هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی در آتش. ای برادر و خواهران گرامی، این روزها و این ماهها که از ما و شما سپری میگردد، باید تلاش نماییم که با کارهای صالح و نیکو چنگ بزنیم و در هر روز و در هر ماه افضلیت ترین آن روزها را استفاده برده با سوی الله سبحانه و تعالی نزدیک بگردیم و در آنچه که برای ما سودای سودمند است از آن بهره بگیریم. به درستی که سعادتمند کسی است که خود را با الله سبحانه و تعالی پیوند کرده است و اطاعت و فرمانبرداری او را کرده است. اگر چند گناه کرد، اگر چند معصیت کرد، باز به سوی الله سبحانه و تعالی باز بگردد. اگر چند امروز گناه کردی، لحظه نگذشته به سوی او سبحانه و تعالی توبه نمود. به درستی که او سبحانه و تعالی توبه پذیر و نهایت مهربان است. چگونه که مشاهده میکنیم برادران و خواهران گرامی، الکی ماه رجب هم گذشت و هر کی در این ماه رجب کارهای صالح و پروردگار نزدیک شد، پس نزدیک شد و پیروز گردید. و اکنون این روزها و این ایام نزد ما این روزهای دیگری پیش می آید تا این روز را، این ماه را ما هم پیشواز بگیریم. این مهمان کریمی که امروز به قدمهای اولین خود را میگذارد، که دلهای ما به سوی آن محبت میکند و نفسهای ما احساس آن را می نماید، این ماه شعبان است. ماه شعبان از ماه‌هایی است که از عقیب آن ماه رمضان است. از عقیب این ماه مبارک رمضان است و بسیار نزدیک است و زمینه آن رسیده است که ما امروز این ماه را استقبال بگیریم. و این ماه خود یک ماه یا که یک موسم است که دارای فضیلت هاست. امروز که شعبان آمد، ماه رجب رفت، شعبان آمد و فردا دیدی که ماه رمضان هم داخل شد. ماه شعبان ماه خیرم هست که در این ماه هم اعمال صالح باید انسان انجام بدهد. در این ماه انسان به سوی خیرها قدم بنهد، که این ماه یک ماه مبارک است که انسان اعمال خود را آماده میکند با ماه رمضان. چون در همین ماه الله سبحانه و تعالی ماه رمضان را بر دوش این امت فرض قرار داد که این ماه رمضان ماه واسطه تقوا و بالاترین مرتبه ها و نزدیک شدن به سوی پروردگار رب العالمین است. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، روزه ماه رمضان برای شما فرض گردانده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چون که بر پیشینیان شما فرض گردانده شده بود، لعلکم تتقون، باشد شاید که شما از زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. پس این ماه فرصت است برای صالحان، یک میدان است برای بندگان صادق الله، تا برای انجام کارهای صالح ما توشه آماده بسازیم با اطاعت و فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی. در بیان گرفتن توشه و اطاعت و فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی با یکدیگر مسابقه بکنیم و تلاش نماییم که این ماه‌ها را از دست ندهیم، ماه‌های خیر را. چگونه که خیرهای زیادی را ما در ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته از دست دادیم، این ماه‌ها را دیگر از دست ندهیم. ابن قیم رحمت الله علیه می‌فرماید که وقتی که به انسان فرصت برای نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی و اطاعتش پیش می آید، یک کار کاملا عاقلانه از آن است که
زود این کار را و این فرصت را غنیمت بشمارد و شتاب کند و آن را به تأخیر هم نه اندازد و فردا هم نگوید. باید این وقت رو، باید این فرصت رو غنیمت بشمارد، با سببهای آن چنگ بزند، سببهای آن را برای خود فراهم بیاورد. به خاطر آنه که اراده انسان ضعیف است، زود سوس می شود و کم هم می گردد. باید در این راه استوار بماند و الله متعال هر کسی را که در خیر رو برایش بکشاید و این بنده آن در خیر و غنیمت نمی شمارد جزا می دهد و بین قبول اراده اش مانعه قرار می دهد که دیگر نمی تواند آن خیر را به دست بیاورد. این جزای او بنده می گردد. ابن قیم می فرماید در دوام که پس هر کی به دعوت الله و رسولش هنگامی که او را به چیزی که زنده اش می کند دعوت می کند می خواند جواب ندهد، الله بین او و دیل او و ارادهش یک حائل، یک دیوار را می افکند، دیگر توان اجابت آن را قرار نمی گیرد، نمی تواند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، استجیبوا لله، اجابت الله و رسول الله نمایید، به الله و پیامبرش پاسخ گویید، جواب دهید. اذا دعاکم لما یحییکم، هنگامی که شما رو به چیز دعوت میکنند، به چیز میخوانند که شما رو زنده میگرداند. واعلموا ان الله یحل بین المرء و قلبه، و بدونید ای بندگان که الله بین انسان و دلش یک مانعی می اندازد و انه الیه تحشرون، و اینکه به سوی او سبحانه و تعالی برگردنده هستیم. پس ای بندگان الله، از موسم‌های اطاعت و خیر و برکت‌ها این ماه شعبان است. این ماه بزرگ و یک موسم کریم است، یک موسم‌های اعمال صالح. ماه است که مردم بین رجب و رمضان از آن غافلند و در این ماه تنها کسانی عمل میکنند که الله سبحانه و تعالی او را برای رسیدن به رضای خود توفیق داده باشد، توفیق بخشیده باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان بسیار روزه می داشتند، آنقدر از شعبان روزه می گرفتند که از دیگر ماه‌ها نمی گرفتند. در صحیح بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند كان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم حتی نقول لا یفطر. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان روزه می داشتند که می گفتیم وای افطار نمی کند، و یفطر حتی نقول لا یصوم، و چنان افطار می کردند که می گفتیم وای روزه نمی دارد. فما رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل الصيام شهر الا رمضان. میگوید رسول الله را ندیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که یک ماه را پره روزه گرفته باشد جز ماه رمضان. و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان، و هیچگاه ندیدم که در ماه بیشتر روزه بدارد بجز ماه شعبان، بجز این ماه شعبان. حکمت بسیار روزه داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم در شعبان این است که این ماه است که مردم از آن غافلند. این ماه است که اعمال بندگان در این ماه به سوی پروردگار برده می شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتند که اعمالش در حال بالا برده شود که روزدار باشند. و صحابگان کرام رضی الله عنهم از آن که او تا آنچه اندازه یا تا آن اندازه از روزه شعبان را اهمیت میداد در تعجب افتادند و از او درباره سیر حکمت آن پرسیدند و او صلی الله علیه و سلم مقصد غایه خود را برایشان روشن کرد که اعمال در آن به سوی الله سبحانه و تعالی بلند برده می شود. از اسامه ابن زید رضی الله عنه روایت است که گفتم ای رسول الله، نمی بینم که در هیچ ماه چنان روزه بگیری که در شعبان میگیری. فرمودند ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این ماه است، ماه شعبان ماه است که مردم بین رجب و بین رمضان غافل میمانند. و هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. و این ماه است که در آن ماه اعمال به نزد پروردگار جهانیان بالا برده می شود. فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. و دوست می‌دارم که اعمال من برداشته شود به نزد پروردگار در حالی که من روزدار باشم. روایت احمد و نسائی و البانی این حدیث رو حسن خوب گفتند. از بس که این روزه ماه شعبان یک تمرین، یک مشق، یک عادت دادن نفس برای ماه رمضان است. روزه داشتن آن مانند سنت‌های مؤکده ای که پیش از نمازها خوانده می شود، انسان برای نمازهای فریضه عادت میگیرد و قوی میگردد، مثل همان است.
از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می‌فرماید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه. صلاته. به درستی که اولین چیزی که در روز قیامت از بندگان از اعمالش پرسیده میشد این نمازش است. فان صلحت، اگر که نمازش کامل گردید، فقط صلح و انجح، اگر نمازش کامل گشت، اگر نمازش درست باشد، راستا باشد، نجات می‌یابد و نجات کامیابی رو به دست می‌آورد. و این فسدت فقط خاب و خسر، و اگر فاسد گردد، اگر فاسد باشد، ناامیدی و هلاکتی بر بالای او می‌آید. فإن انتقد من فریضته شیء، اگر چیزی از فریضه ها از او کمبودی ها بگردد، کمبودی داشته باشد، قال رب عز و جل، پروردگار می‌فرماید: انظروا هل لعبدی من التطوع، بر بنده ام نظر، بر اعمال بنده ام نظر نماید، آیا بنده من یگام اعمال تطوعی دارد، اعمال های نافله دارد؟ فیکمل بها، کامل کرده میشد با این اعمال های نافله آن فریضه هایی که در آن کمبودی کرده بود و تمام عمل های او مثل اینم قرار میگرد، مثل روزه. پس ای برادران اسلامی و خواهران گرامی قدر، علما بیان کردند که برای انسان مکروه است، حرام است که عادت روزه داشتن را ندارد، ولی که یک روز یا دو روز پیش از رمضان را روزه بدارد. روزه شک میگویند این را. در صحیح از ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: لا تقدموا رمضان بصوم، یک روز یا که دو روز پیش از رمضان را، ولا یومین بیوم ولا یومین، شما یک روز و دو روز پیش از رمضان را روزه ندارید گفتند. لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان یک روز دو روز پیش از رمضان شما روزه ندارید. الا رجل كان يصوم صوما، مگر آن کسی که روزه می داشت، عادت روزه‌داری داشت. از همین سبب است که روزه داشتن روزی شک منع شده است. و از عمار رضی الله عنه روایت است گفتند: من صام یوم الذی یشک فیه ناس، کسی که روزه بدارد که مردم در آن شک دارند که رمضان است یا که رمضان نیست، فقط عصى ابا القاسم، به درستی که نافرمانی کرده است ابا القاسم را، یکی محمد صلی الله علیه و سلم را. پس روز شک این همان روز است که در آن شبهه می شود که آن رمضان است یا که رمضان نیست. می‌فرماید که بعضی از سلف، چنان که ابن رجب رحمت الله علیه ذکر می‌کند، برای تمرین، برای مشق دادن نفس و عادت کردن آن با اطاعت در رمضان ماه شعبان را ماه قاریان می‌نامیدند. ماه شعبان را ماه قاریان می‌نامیدند، زیرا آنها اگر ماه شعبان می‌درآمد این ماه را با کثرت مشغول تلاوت قرآن می‌شدند. سلمه ابن کحیل رحمت الله علیه می‌فرماید که می‌گفتند ماه شعبان ماه قاریان است، اگر ماه شعبان می‌درآمد این ماه را ماه قاریان می‌گفتند. عمر ابن قیس رحمت الله علیه وقت شعبان می‌درآمد دکانش رو می‌بست، محکم می‌کرد و خود را پورا به قرائت قرآن اختصاص میداد. بعضی از سلف ماه رجب را ماه کاشتن دانه نامیدند، شعبان را ماه آب دادن آن و زراعت، و رمضان را ماه درآیدن آن بیان کردند. و الله رحمت کند کسی را که گفته است: رجب گذشت و تو در آن نیکی نکردی، و این از ماه مبارک شعبان. و ای کسی که وقتت را در راه جاهلی گذرانیدی و با همراهش وقتت را تباه کردی، بیدار شو و از این هلاکت بترس. پس ای بنده الله، با دلها و اعمال خود به سوی الله سبحانه و تعالی روی بیاوریم. این دنیا یک راه است برای آخرت. اگر در این دنیا نیکی کردی نجات میابی، و اگر در آن بدی کردی هلاک میگردی و از زیانکاران میشوی. از ابو سلمه روایت است که میفرمایند که سمعت عایشه، از عایشه شنیدم رضی الله عنها تقول، میگفت: کان یکون علی صوم من رمضان. شنیدم که عایشه رضی الله عنها میگفت بر ذمه ام روزه از ماه رمضان میماند، فما استطیع ان اقضیه الا فی شعبان، من نمیتوانستم توان قضا داشتن آن را نداشتم مگر در ماه شعبان. روایت بخاری و مسلم. حافظ ابن حجر میگوید که تؤخذ من حرصها علی ذلك فی شعبان. از این رو یعنی او عایشه رضی الله عنها خیلی حریص بود که قضاهای ماه گذشته رمضان را که داشت در شعبان ادا میکرد. از این فهمیده می شود که جایز نیست قضای رمضان تا وارد شدن رمضان به تأخیر انداخته شود، باید حتما قضای آن گرفته شود. و عایشه رضی الله عنها میگوید که لم یکن نبی صلی الله علیه و سلم یصوم شهرا اکثر
من شعبان. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ ماهی را بیشتر از ماه شعبان دیده روزه نمی‌داشتند. روایت بخاری. و همچنین بخشیده شدن گناهان در نصف ماه شعبان. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی لا یطلع فی لیله النصف من شعبان. البته که الله متعال در شب نصف از ماه شعبان نظر می‌افکند، بر همه مخلوقاتش نظر می‌کند. فیغفر لجمیع خلقه الا مشرک. تمام خلقش را گناهش را می‌آمرزد مگر شخص مشرک را، کسی که شرک به الله می‌آورد. او مشاهین کسی که با مسلمان قهر میکند، با او دشمنی میکند، با او در دل دشمنی دارد. روایت ابن ماجه و البانی خوب دانستند. پس ای برادران و خواهران گرامی، شایسته است که مؤمن اکثر وقتش را غنیمت بشمارد و از ساعتهایش را در کار خیر در این ماه‌های نیکو صرف کند. هر اعمالی که میتواند سبب نزدیک شدن بنده با پروردگارش بگردد آن کارها را انجام بدهد. از نماز، از روزه، از زکات، از عمره، نگاه داشتن رابطه خویشتواری، نیکی بر بیوه‌زنان، به یتیمان و فقیران و مسکینان، حفظ کردن نمازهای 5 وقته و جمعه، جماعت و تمام طاعت و عبادتی که انسان را به سوی الله نزدیک میکند. از الله ترس داشتن، از او هیبت داشتن در آشکارا و نهانی، و نیکویی به پدر و مادر و خویشاوندان، نیکویی بر همسایگان، نگاه داشتن عضوها از گناه و معصیت، از لغزش‌ها، و همچنین اعمال خود را با اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی انجام بدهد. و از آنچه که برای ماه شعبان فضیلت نسبت میدهند بعضی از مردم که نه در سنت پیامبر ثابت شده است، نه در قرآن ثابت شده است، و از این باید انسان برحذر باشد، چون هر نوع آوری در شریعت در اصل آن بدعت و گمراهی است. هر نوع آوری در شریعت این ادعای اصلاحی شریعت است. متهم کردن شریعت بر نادانی یا که جاهلی است. و چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در میانه این ماه بعضی از مردم عملهای نو اختراع کردند، مانند آنکه شب نصف شعبان را مخصوص برای نماز قیام شب تعیین میکنند، بدون اینکه این شخصها غیر این روزها را نه شب زنده‌داری میکنند نه احیا میکنند. با ذکر و دعاهای مخصوص این شبها را شب زنده‌داری میکنند، یا که این شبها را شبهای بخشش، شبهای بخششی ظلمها و دیگر چیزها قرار میدهند، هیچ اساسی در شریعت ندارد. پس این گونه اختصاص دادن این شبها که شریعت بیان نکرده است، این بدعت حسابیده میشود در دین و گمراهی میآورد. هر بدعت گمراهی میآورد، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. پس حکمت روزه ماه شعبان، ابن رجب رحمت الله علیه میفرماید که روزه شعبان چون تمرین، یک مشق برای رسیدن بر ماه رمضان است، تا اینکه انسان در این ماه مبارک رمضان به سختی ها دچار نشود. قبل از این خود را عادت کننده باشد، آماده باشد، با روزه شعبان لذت و شیرینی روزه را چشیده باشد. این هنگام است که با یک فعالیت قوی روزه رمضان را با تقویت پوره روزه می دارد. در لطائف المعارف. پس احکام شب نصف شعبان از ابن باز رحمت الله علیه گفته است که برای روزه شعبان پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام شعبان را، اکثری از این ماه شعبان را روزه می داشتند، بیشتری از این روزه می داشتند. اما حدیث دیگری است که پس از نصف شعبان را روزه ندارید. این حدیث هم صحیح است، چون یک شیخ ناصرالدین البانی این را تصدیق کردند. و مقصد این حدیث این است که بعضی از مردم خاص نصف آخر این ماه را روزه می‌دارند به خاطر فضیلت درجات چیز دیگری که اساس ندارد. برای همین قدر در این حالت، در این مورد این چیز منع شده است. اگر کسی روزه می‌دارد بیشتری از ماه رمضان ماه شعبان روزه بدارد. و چگونه بین حدیثی که اگر نصف شعبان شد روزه نگیرید و بین حدیثی که او صلی الله علیه و سلم شعبان رو با رمضان پیوست میکرد جمع کنیم؟ چگونه که ابن باز در بالاتر روز بیان کردند، این منع که در این نکته که نصف شعبان روزه نگیرید برای کسی است که بعد از نصف اول روزه‌گیری رو سر می‌نماید. اما کسی که قبلا روزه گرفته بود از اول ماه شعبان برایش اشکال ندارد، ادامه بدهد، مشکل ندارد در این. پس آیا مستحب است که روز نصف شعبان مخصوص به روزه قرار داده شود؟
شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگوید که مخصوص کردن روز موافق به نصف شعبان یا که اختصاص دادن روز از این روزها این مکروه است و برای آن هیچ دلیلی هم وجود ندارد. و حکم جشن گرفتن شب نصف شعبان چیست؟ ابن باز رحمت الله علیه فرمودند که از نوآوری هایی که بعضی از مردم آن را اختراع کردن پیدا کردن، این نوآوری و بدعت جشن گرفتن شب نصف از شعبان است. مخصوص کردن این روز با شب زنده داری یا که روزه داشتن این شب که برای این عمل هیچ دلیل صحیح ثابت نیست، نه از پیامبر نه از صحابه. هیچ دلیل نیست که ما با آن تکیه نماییم و این کار انجام بدهیم که در بیان فضیلت آن بعضی از احادیث وارد شدند که ضعیف هستند، از رسول الله ثابت نشدند. پس حکم مخصوص گردانیدن شب نصف شعبان با نماز و روزه، چون که ابن باز گفتن هرچی در بالای فضیلت نماز شب این شب نصف از شعبان آمدهش همشون موضوع است، نه که حدیث های ساخته شده هستند، هیچ صحیحیت ندارن. بارک الله فیکم. این است نقطه هایی که در این موردی ماه شعبان ذکر یادآوری کردیم. اگر که سلامت زنده باشیم درس دیگر انشاءالله که ما در بیان فایده های ماه شعبان که بعضی از علماها بعضی از رساله های خاصی را در بیان فایده های ماه شعبان ذکر کرده هستند، از این انشاءالله که با همراهی شمایان صحبت خواهیم کرد باذن الله تعالی. فایده های ماه شعبان درس که ذکر خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. این بود بیان ماه شعبان، آنچه که وابسته بر این بود.